هرگز از آباد کردن دست بر ندار، زیرا اگر دست از آباد کردن برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت. در آباد کردن حفر قنات، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول اهمیت قرار بده. عفو و سخاوت را فراموش نکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت. بعد از اینکه من زندگی را به درود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوتی سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبر مرا مسدود نکن تا هر زمان که میتوانی وارد شوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاه 25 کشور بودم مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد، زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه 25 کشور باشد یا یک خارکن، و هیچ کس در این جهان باقی نمیماند.